رفته شوکه ایجا پاره دن ببرم کرده شوکه دن باباش یا گفتم که دادن در پسرش جاش آدم مثلا بعضی چیزا پیشتر دعوت کن دیگر کنای خوب است اینجا رقم کنی برای اختر این خاطرات حالا تو خوب انجام تو دون گابون گوشه تا که بنده علیشیر میدونه سربون تور میدونین این قدیمه بسیار یک مهر محبتی با بیگی و نویرگی داریم و گفت که یک کروتوخانه که شدگیم بابا جان بیا یک دعا بتیموره هم یک مزه و لذت شکوب گفتن که چشکلای برای همین کروتوخانه گیجا دا جای گیره چهارهای گگاری مویکا حالا مویکا چهارهای گگاری خب البته حاضر فصل زمستان باروندگی و بعد بارون بشود میتونه که اگر مویکا مداری باشه مویکا در متر ماشینه و درومده در کروتوخانه بنده علیشه بسیار کروتو میخوره و اولی ما بدرم اگه کوشش کروتو بخورم بعد بگم میذارم مزه چیکلای کویا درو بدروه زیاد میده مرامت نه بابا جای نه کروتوخانه ما اینا مرامت کنیم اما اکنون تمام اینوش نیمه خاص اینجا در ایشالله با امر خدا حاضر فصل زمستان مردم سربلندی ما چخیله که در فصل زمستان در فصل سرخونکی چی میخوان فقط کروتو میفروشن فقط کروتو با حاضر کروتوی و برآمده کروتوی با گوشت نگاه کمی گوشت بوار که دیدم میگم بابا فقط همین میچری میگردی و خیلی کمی دنیا همیه واینه میگن عبد میگم باید عبد بوره میشوه فهمیدی برای همین کو بنده میشه کم ترک یک بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم بانیاتی شفای کامل باور که همه در دهن گوشتش هم خیلی او میشوه در او میشوه برای همین برادران میتونه که برای کروتوخانه بیاین اوقاتهای با لذت با مزه سور استفاده بریم نرخ دسترس یکم ایشون با اینومی گوگل کام بگم باید چه ارزان شه با روغنش بسیارتر میریزم زنده و سربلند باشه ما حاضر در مهمونی سوربون تهیه بندن شه الله نگهبانتون